از ضعیف‌ترین تا بهترین ایرلاین‌های داخلی. رتبه 6 آسمان. شرکت هواپیمایی آسمان با داشتن 33 فروند هواپیما جزو بزرگترین ناوگان‌های هواپیمایی کشور، اما به خاطر تأخیرهای زیاد و حادثه سنندج رتبه 6.2 رو توی سایت فلایت ریپورت گرفته. رتبه 5 آتا. این ایرلاین کمترین آسیب رو در حین پرواز داشته و علاوه بر حمل مسافر، حمل بار رو هم انجام میده. آتا از هواپیماهای بوئینگ، ایرباس و EMB 145 استفاده میکنه و تأخیر در پرواز و آن تایم نبودن از علت‌های قرار گرفتنش در رتبه 5 جدوله. رتبه 4 قشمی. شروع به کار این شرکت در دهه 70 بوده و نامش در ابتدا فراز قشم بوده. رفتار مناسب مهمانداران، کیترینگ با کیفیت باعث شده تو رتبه بندی سایت فلایت ریپورت از نظر کاربرا امتیاز 6.7 رو بگیره. رتبه 3 کیش ایر. این ایرلاین از هواپیماهای بوئینگ و ایرباس برای پروازهای خودش استفاده میکنه و کیفیت کیترینگ بالایی داره. کم تأخیر بودن پروازها از مزایای اصلی ایرلاین کیش ایره، اما نباید فراموش کنیم که پروازهای بیزینس و اکونومی این شرکت از نظر خدمات تفاوت چندانی با هم نداره. رتبه 2 ایران ایر. از تأسیس این شرکت حدود 60 سال میگذره. از جمله ویژگی‌های بارز این ایرلاین ارائه خدمات پروازی با بهترین استاندارد، استفاده از تکنولوژی در پروازها و گواهینامه رضایت از مشتریانه. به مشتری‌های وفادارش در 3 ساعت کارت باشگاه مشتریان هدیه میده و کسایی که جزء باشگاه مشتریان باشن برای رزرو خدمات CIP آفرهای ویژه‌ای دریافت می‌کنن. رتبه 1 ماهان. این ایرلاین کمترین میزان تأخیر در زمان پرواز داشته. امنیت بالا و هواپیماهای با کیفیت از مزایای این ایرلاینه. کیترینگ با کیفیت، مهمانداران منظم و کاربلد همه باعث شدن که این ایرلاین بتونه رتبه 7.7 رو در سایت فلایت ریپورت به خودش اختصاص بده و در جایگاه اول قرار بگیره. از نظر شما بهترین ایرلاین کدومه؟